شام سه‌شنبه در پایتخت مکدونیا شهر اسکوپیه اعتراضهای خشونتبار خاتمه یافتند. جمع آمدگان که از کشتار یک جوان 19 ساله به غضب آمده بودند، دکانها و آشخانه‌های مربوط به البانی تباران را هدف حمله‌هایشان قرار دادند. طبق گزارش‌ها پلیس یک البانی تبار متهم با کشتار این جوان را حبس کرده است. به قول مفتشان، کشتار جوان زمان به وقوع پیوست که فرد متهم سعی داشت از حوله قربانی یک ولسیپد را به یغما برد. در شهر شرقی بوبرویسکی بلاروس، موزه قربانی‌های دوره حکمرانی یوسف استالین افتتاح یافت. موزه در پایگاه حزب متحده شهروندی که مخالف حکومت بلاروس می باشد جایگیر شده است. در آن فعال محلی ولها پیماناوا درباره تخمیناً 100 قربانی تعقیب سیاسی دوره استالین از جمله ادیبان، هنرمندان و دیگر شخصیت‌های منطقه بوبرویسک معلومات جمع آوری نموده است. در قرقیزستان مقامات گردهمایی مخالفین ورود این جمهوری به اتحاد گمرکی زیر نظر روسیه را پراکنده کرده چند تن را به حبس گرفتند. گردهمایی در حال دایر شد که قانونگذاران قرقیز میبایست در کمیته پارلمان برنامه ورود قرقیزستان به اتحاد گمرکی روسیه، قزاقستان و بلاروس را بررسی کند. همچنان در شهر جنوبی اوش قرقیزستان معرکه جمع سرمایه برای دستگیری بلندترین شخص این کشور دایر شد. جنگیشبک رحیمبایف با قد 2 متر و 35 سانتی مترش از بیماری‌های مختلف اذیت می‌کشد. تشکیل کنندگان این معرکه امید دارند که $75,000 جمع آوری نموده امکان می‌یابند رحیمبایف را برای طبابت به اسرائیل فرستند. در چارچوب برنامه 7 ماهه بنیاد پول‌ها توسط بسکتبال، سفیر امریکا در مولداوا ویلیام موزر از پایگاه بسکتبال نورسان در شهر کیشینیو زیارت نمود. با هدف اجرای این برنامه، ایالات متحده امریکا تشکیل پایگاه و تامین تجهیزات برای دسته‌های بسکتبال بازان جوان را بر عهده گرفته است.